سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. امروز اومدیم یکی از سوالای جذاب ریاضی رو با هم حل کنیم. تو این سوال میخوام بدونیم که 1 به اضافه 1 چطوری برابر با 3 شده. ما همیشه میگیم که 1 به اضافه 1 برابر با 2 میشه، اما اینجا میخوایم اثبات کنیم یه اثبات خیلی جذاب که میتونه خیلی کمکتون کنه. ما میدونیم که 1 به اضافه 1 همونجور که گفتم میشه 2، اما اینجا خب گفته که 3 میشه دیگه. 1 به اضافه 1 برابر با 3 میشه. برای اینکه اثبات کنیم میگیم که یک برابر با 1 دیگه، درسته؟ پس من میام میگم که به جای این 1 مینویسم 41 منهای 40 برابر با 61 منهای 60. اینجا حاصلش همین میشه دیگه، درسته؟ حالا به جای این 41 میام مینویسم 16 به اضافه 25 منهای 40 مساوی. به جای این 61 هم میام مینویسم 36 به اضافه 25 منهای 60. حالا من میدونم که 16 یعنی 4 به توان 2 به اضافه 25 هم یعنی 5 به توان 2 منهای 40 برابر با، به جای 36 هم می نویسم 6 به توان 2 به اضافه، به جای 25 هم می نویسم 5 به توان 2 منهای 60. حالا میام خود 4 به توان 2 رو می نویسم به اضافه 5 به توان 2 رو می نویسم. اینجا به جای 40 می نویسم منهای 2 در 4 ضرب در 5 که حاصلش میشه 40 دیگه، برابر با 6 به توان 2 خودش رو می نویسم به اضافه 5 به توان 2 هم خودش رو می نویسم، اما به جای 60 می نویسم منهای 2 ضرب در 6 ضرب در 5. حالا میام اینو حل میکنم. من اینجا در واقع اومدم یه اتحاد ساختم. کدوم اتحاد؟ همون که میگه اگر من داشته باشم A2 به اضافه B2 برابر با منهای 2A B برابر با A منهای B به توان 2. پس من از همین اتحاد استفاده میکنم و می نویسم 4 منهای 5 به توان 2 مساویه 6 منهای 5 به توان 2. حالا میام از دو طرف رادیکال میگیرم، این 2 با رادیکال میره، این 2 هم با رادیکال میره، پس میشه 4 منهای 5 برابر با 6 منهای 5. حالا میام یه مثبت 5 به دو طرف اضافه میکنم، اینجا هم به اضافه 5 میشه و 50 با هم دیگه میرن، منفی 5 و مثبت 5 با هم میره و اینجا میمونه 4 مساویه با 6. حالا دو طرف رو تقسیم بر 2 میکنم که اینجا میشه 2 برابر با 3 و من میدونم که 2 رو میتونم بنویسم 1 به اضافه 1 مساویه با 3 و اینجوری این عبارت اثبات میشه که 1 به اضافه 1 میتونه برابر با 3 باشه. امیدوارم که از این سوال لذت برده باشین. برای اینکه ترفندهای حل سوالات المپیاد ریاضی رو یاد بگیرین، یادتون نره که به ویدیوهای قبلیمون سر بزنید، چنل رو سابسکرایب کنین
و این ویدیو رو لایک کنین و هر سوالی که دارین تو کامنت ها برامون بنویسین، ما حتما بهتون جواب میدیم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.